قسمت‌های مختلف تابلو، فیوزهای مینیاتوری 3 فاز، فیوز یا همون کلید حرارتی که اگه قرمز داخل باشه به هیچ عنوان فک دوخت ما کار نمیکنه، باید حتما کلید آن یا سبز داخل باشه. فیوزهای تک فاز، فیوزهای شیشه‌ای، کنترل فاز، رله فیندر، PLC، پاور رگولاتور دستگاه، کنتاکتورها و بی متال ها، منبع تغذیه، رله های شیشه‌ای 220 ولت و اینورتر نقاله تونل. طریقه کار کردن با HMI دستگاه دوخت LE. رمز 5000 اینتر وارد میشیم. استارت. وقتی که سبز بشه دستگاه در حال کار کردنه که نقاله تونلمون هم مشخصه که داره کار میکنه. اول میایم تنظیمات تونل، کلید المنت های تونل رو باید روشن بکنیم. وقتی که سبز بشه یعنی المنت ها ما توی مداره و دوباره هم که روش بزنیم غیر فعال میشه. اینم که ترموستاته. ترموستات که فعال بشه چراغش روشن میشه، وقتی غیر فعال باشه قرمز باشه چراغش خاموشه. المنت ها هم به همین طریق. پس جفتش الان ما روشن میکنیم. وقتی که خاموش کردی قرمزه. برمیگردیم تنظیمات تونل رو انجام دادیم. حالا رول جمع کن یا همون ضایعات جمع کن. اگه کلیدش سبز باشه یعنی ضایعات جمع کنه ما فعاله. اگه این خاموش باشه و شما شروع به کار کردن بکنین، دستگاه بعد از اینکه دوخت انجام شد خطا میزنه، یعنی یه آلارمی به ما میده و دیگه ضایعات جمع کن بعد از اتمام آژیر دیگه کار نمیکنه. اگه خواستین دوباره شروع به کار کردن بکنه باید استراریا یه بار بزنین، استراریا در بیارین، دوباره از اول ریست بکنین تا شروع به کار کردن بکنه. اگه نخواستین هم کار بکنه که الان فعاله، الان غیر فعال. وقتی غیر فعال بشه دیگه اصلا شما شروع به کار کردن که بکنید دیگه رول جمع کنتون کار نمیکنه یا همون ضایعات جمع کن. کلید دوخت. اگه این کلید دوخت قرمز باشه دوخت انجام نمیشه. الان من سبزش کردم. هر کدوم که سبز بشه یعنی فعاله. الان رول جمع کن فعال، کلید دوختمون هم فعاله. یعنی وقتی که ما دوخت بزنیم دوخت ما داغ میشه، ولی اگه خاموش باشه دوخت داغ نمیشه. کل صفحه رو توضیح دادیم. میایم این سمت میریم سراغ تنظیمات. تنظیمات حالت دستی. وقتی که حالت دستی بخوایم وارد بشیم اگه اتومات روشن باشه نمیتونیم دستی وارد بشیم چون ما اتومات روشن کردیم. میریم تنظیمات، اپراتوری 5000، یه دونه زمان دوختمونه، مدت زمانی که فک دوخت میشینه روی پلاستیک تا دوخت انجام بشه، و بعدی مدت زمان کارکرد PVC که چه مدت زمانی PVC کار بکنه تا دوخت تا بتونه جنسمون رو وارد تونل گرمایشی بکنه که این هم دست خودمونه تنظیم کردنش. یه دونه ضربه که روی عدد بزنیم صفحه باز میشه. مثلا ما میکنیمش 50 یا همون 5 ثانیه 5 ثانیه کار میکنه، بعد استاپ میکنه و شما دوباره میتونی کار بعدی رو بزنید. برمیگردیم میریم تنظیمات فنی. این رمزش 2352 که هر اپراتوری نتونه وارد بشه به جز فنیا. مدت زمان دوخته که روی 2 ثانیه است. مدت زمان کارکرد رول جمع کنه یا همون ضایعات جمع کن 0.5 ثانیه. تأخیر استارت PVC. تأخیر استارت PVC چیه؟ زمانی که دوخت انجام میشه باید یه مدت مکس بکنه بعد PVC حرکت بکنه. اگه همون لحظه که دوخت انجام میشه PVC حرکت بکنه دوخت رو پاره میکنه. به همین طریق ما میایم تأخیر استارتمون رو روی 5 یا مثلا 1 ثانیه میذاریم یه تأخیری بکنه و حرکت بکنه. بعدیش هم مدت زمان کارکرد PVC، مدت زمانی که PVC ما کار میکنه و جنس رو از روی PVC به داخل تونل گرمایشی انتقال میده. تأخیر اتوماتیک دوخت. شما زمانی که داخل انیبلا اتوماتیک دستگاه رو فعال بکنین، دستگاه بعد از 2.5 ثانیه خود به خود دوخت انجام میشه. یعنی شما جنس ها میذاری، پلاستیک ها میکشی، دستتو که برداشتی بعد از 2.5 ثانیه دوخت میاد پایین. که معمولا با این دستگاه بیشتر به حالت دستی و با کلید دوخت با شاسی کار میکنن.
میتونین اتومات هم کار بکنین که دیگه بسته به میل مشتریه. برمیگردیم انیبل که همونی که الان توضیح دادم، فعالساز مود اتوماتیک فک دوخته. اگه ما این فعالساز رو سبزش کردیم، بعد از اون زمانی که داخل تنظیمات بود یه دوخت که زدیم، دوخت بعدی 2.5 ثانیه بعد دوخت میاد پایین. اگه میخواین با شاسی کار بکنین، اینو غیر فعالش میکنین. اینم که فعالساز خطای پاوره که اگه یه موقع فن زیر پاور المنت های تونل بسوزه خطا میده دستگاه. برمیگردیم کارکرد دستگاه این بالاست که به هیچ عنوان نمیتونین شما صفرش بکنین، ولی کارکرد روزانه را ریست که نگه دارین کارکرد روزانه‌تون صفر میشه. برمیگردیم 2352 تنظیماتی که به دستگاه میدیم میایم سیوش میکنیم. 5 ثانیه که روی سیو نگه داریم سبز میشه و همه تمام تغییراتی که ما داخل تنظیمات انجام دادیم سیو میشه که احتیاج نیست این به اپراتور توضیح داده بشه. کل تنظیمات HMI همینایی بود که ما براتون توضیح دادیم. کلیدای روی درب تابلو، کلید فرمان، میتونیم با کلید اتومات دستگاه رو روشن بکنیم یا اینکه بریم داخل HMI رمز 5000 با تاچ HMI مکامش روشنش بکنیم و اینم که ترموستات تونله که گرمای داخل تونل ما رو نشون میده و کلید چراغ آلارم. جهت چرخش موتور حلزونی باید حتما ساعتگرد باشه. اگه عکس باشه شیرینگ انجام نمیشه. اگه بعد از مدتی کارکرد نقاله شل بشه، یه دونه پیچ ریگلاژ این پایین ما داریم، با آچار 17 مهره رو شل میکنین، به سمت پایین که بکشیم نقاله ما سفت‌تر میشه. اگه تا زمانی که این کار انجام میشه نقاله شما جا داره برای صفر شدن، به همین طریق سفتش میکنین. اگه دیگه جا نداشت، میان یه دونه از این میله ها را که ثابته، 2 تا خار این ور اون طرفش داره، 2 تا خار رو در میارین، اینا میکشین بیرون، یه دونه کوتاه میکنین، دوباره این میله را جا میزنین و خاراشو میزنین سر جاش، بعد ریگلاژ رو صفر میکنین و ادامه کار. برای تعویض المنت های تونل 2 تا پیچ این سمت هست، 2 تا پیچ هم اون سمت. این 2 تا پیچی که باز بکنین این ورق کامل برداشته میشه. المنت ها 1500 پره‌ای داخل اینجاست. برای تعویضش خیلی راحته، وقتی که باز شه مشخصه.